سلام تقیسانهای دوست داشتنی، من پارسان و به چنل من خوش اومدید. خب قبل هر چیزی باید خودم معرفی بکنم. یک بار خودم اینجا معرفی کرده بودم، ولی خب اون موقع فرق میکرد. اون موقع 18 سالم بود، پشت کنکور بودم، زندگیم به هم ریخته بود به همه چیز. ولی الان 19 سالمه، دانشجوی پزشکیم، دانشگاه تبریز میخونم. همه چی فرق میکنه. الان بهترم، الان موفق‌ترم، الان زندگیم بهتره. یه قرار نیست راجع به غمان باهاتون صحبت بکنم، اوکی؟ و البته اومدم بهتون چیزایی بهتری بگم. من قراره که فعالیتمو به شدت از سر بگیرم، بهتر کار بکنم. چند پروژه واسهتون دارم. مهمترینشون پادکستام هستن که اختصاصی چنل منن، اسمشون پارکسته، چون من پارسان پادکستم قراره پارکست باشن. اختصاصی چنل من هستن و قراره که اونجا راجع به چیزای مهم صحبت بکنیم. همینطور قراره یه سری محتوا راجع به درس خوندن بذارم. اگر دانشجو هستید، دانش آموز هستید، پشت کنکور هستید یا هر چیزی نیاز دارید که درس بخونید، نیاز دارید مطالعه بکنید، راجع به اونا قراره که تولید محتوا بکنیم. همینطور قراره کلی چالش بگیرم، چالشایی مثل try not to laugh که آنها همه دارن انجام میدن و یه سری چالشایی که خیلی انجام نمیدن، قراره اونا رو انجام بدیم. همینطور قراره که دوباره ولاگ بگیریم، چون الان زندگیم بهتره. الان ولاگای هیجان انگیزتری میتونم بگیرم، جاهای بیشتری میتونم برم. اون موقع سرم شلوغ بود، الان اون همه سرم شلوغ نیست. درسته که حالا درس داریم، ولی مثل پشت کنکور نیست که زندگیم کلا به اون مرتبط باشه. میتونم، قراره که ولاگ های هیجان انگیزی بگیریم، کارهای زیادی انجام بدیم. به خاطر همین حتما منو دنبال کنید. Stay tuned guys. دکمه سابسکرایب اون پایین رو بزنید، بغل زنگوله‌ام بزنید، لایک یادتون نره. اگر نظری داشتید، پیشنهادی داشتید، حتما کامنت کنید، چون من اون کامنت ها رو همشون رو میخونم. و اگر ایده های جالبی اونجا وجود داشته باشه، حتما اون ایده ها رو به انجام میرسونم. همتون رو به خدای متعال میسپارم. خداحافظ.